چطورید بابا؟ ای بابا چه خبره؟ ما دوباره اومدیم دیگه. آلکادرز هست و همش میایم، همش دراز میایم. چرا؟ چون آلکادرز هست داداش. آره دیگه، آره. خب ما اینجا وارد یه دونه همه انگولک میشه. هی من خواستم با اسپم حده اینو بزنم، هی نمیخورد. یس. آره دوباره من از مغز بازی جدید بگم، بالاخره بتونید شما بزنید دیگه، همه دور هم بزنید بیق گوشم دیگه. من اینجا از جلو نمیرم. چرا؟ چون میدم آقا خط منو داره، من از کلاسم استفاده میکنم، از بالا میرم بابایو ور میدارم، با بابای میرم با این. اوه یس میپرم اینجا زورت زرت. حاجی بات ویچ واردن داره دیگه، ویچ واردن ور ندارید، خودم دیگه ور نمیدونم. آره آقا ما اینجا میریم بالا، دوتا ریلود میکنیم، سه تا ریلود میکنیم، همش در حال ریلود. میریم بالا ببینم چه خبره. همش دنبال اینمی هست، اینمی هم نیست. میرم دنبال فرار میکنه، میره پایین. مشکل داره با من اصلا، دعوایی جنگیش تروریستی قدرتمند. آره من پک شاتگات همیشه درست کنید، خیلی به کار میادش. من پره پایین داره فایت بدم، اصلا اینمی نبودم تماش انگولک کنم. چرا من پنجره رد شدم؟ چون که میتونم چی راحت. اصلا اینجا ببینی اصلا راه اصلی مثلا نمیرم. چرا؟ طرف وقت کسخل شدم راه بزنمش. کلا همه راه کسخل میمه، کلا کسخل میمه، یه ذره نه کسخل، کلا کسخل میمه. آره بلند میشیم اینجا، فقط در حال همیشه تفنگاتون ریلود داشته باشید. چرا؟ چون ناگهان یکی از وسط هوا زمین میاد پایین، اینجوری حواست باشه، اصلا خیلی مهمه. آره میگفتم یه همیشه ریلود داشته باشید. چرا؟ همیشه هم آرمانتون رو پر کنید. چرا پر کنید؟ چون 200 نه. ببین شما مثلا میگه من آرمانم پر، مثلا 200 هم پر مثلا یه ذره 200 هم مثلا پرش نکنم. ببین شما اگه بمیرید همیشه یادتون باشه، هر موقع به این فکر افتادید، هر موقع بمیرید نفری که شما رو داره راه 200 تون رو بعد استفاده میکنه. پس همیشه حتی یه ذره از 200 که شما 200 تون رو بزنید. چرا؟ هم مثلا افغان شات شدن زیاد جلوگیری میشه، خیلی خوبه. وای لیزر افغان شات شدن زیاد جلوگیری میکنه، خیلی چیز خوبیه خلاصه. آره یه چند وقت هست مثلا اینترنت هم ریخته به هم، ملت ما رو میزنن، یه سری قلومه پیدا شدن فکر کردن خیلی مثلا کلوفتن، میان ما رو از دوستان میگم آره میان ما رو میزنن فکر میکنن خیلی کلوفتن. منم میگم داداش بگیرش نیفتی. گفت چیه؟ گفت اتچمنت اچسو، یه اتچمنت اچس قرار براتون بذارم ببین جذاب و قدرتمند و نیرومند. اینجا یارا من نزدن. ببین من قشنگ از اینجا باشون ور میرم. چرا؟ مثلا از وسط نمیرم. این یکیش من خف کنی دو نفر میبینی، یکیش همیشه اول خف کنی راحت خف یک دو تا رو بزنیم. دوباره کاور خیلی مهمه که اینجا دو نفر میان رو من، خب ما یه دونه به این میزنیم. تو با سریع رو این آقا میدی آقا یپس یپس شپسیسه. من اینجا تیر سریع تموم شدش. اگه من اینجا سریع در ریلود میکردم مرده رو زده بودم، ولی این اشتباه بزرگیش، بزرگترین اشتباهی که اول ریلود نباشه گانه یا حواس نباشه. اینجا که کلا من کسخل میمه تبرم مثلا ببین اصلا مریض میمه. خب یارو هم میگفت داداش فکری تو کی تو؟ من گفتم داداش من کسی نیستم. گفت گو نخور. اینو گفت ساکت شدم دیگه. آره پریدم اینجا. من این دونه بی وای کیو فرداشتم. این یارو من از پشت دیوار انگولک میکرد. من وانتم که ماشاءالله نمیشه، حتما من بکشمش. نکشم اون منو میکشه. وای آره بازه چی شدش؟ 200 رو همیشه به دسته اصلا آرمورتونه همیشه ببین پرش کن و همیشه جا کن ریلود کن. من ریلود نکردم. این خیلی مغازه بازی مهمی یادتون باشه اول. آره اینجوری چون ریلود نباشید راحت مثلا دیگه یعنی اصلا انگار خوابید زمین به مردینگی بیا. حالا چرا بیای؟ خب حالا به نظرم نیایید، چون میخوابید زمینش چیزی ندارید، هیچ دفاعی ندارید، هر طرف باتون بازی میکنه. جای بازی دکتر بازی نه، آتش‌نشان سامبازی با تو میکنه. آره پس چی شد؟ یک چیز خیلی خیلی مهمه مهمجوری میشه گفت که از بیسیک پایه استوار ستون مغز بازی ها چیه؟ ریلود کرده تفنگ. این خیلی مهمه. اگه این کاری حواستون باشه همیشه انجام بدید 85% فایت ها رو میزنید. اون بود مثلا بخاطر پینگ و وانشات نشدن نمیتونی بزنید که اونم چیزای خیلی نامردیه. اصلا اینجا اپوش میگیره روش. من اینجا میخوام سریعتر وردارم بتونم راحت بمالم، چون من دادم سخت میماله دیگه. بیاد دیگه راحت مالیدم. آره من دوباره ریلود. ببین دوباره ریلود خیلی میبرین. این ریلود خیلی ببین سریع ریلودش میکنم سریع. ببین
سرعت اینجا دوباره سرعتی اگه من اینجا بیوایم تیم نراش خب میمردم راحت. ببین ایزی باید اینجا بک بریدم دیگه خیلی زیادن اینجا. نه ببین امین اینفرنو هم باشه اینجا بک برید. خطشو میگیری راحت. چه واشاده میشه خیلی خوبه. ببین خیلی مهمه همیشه دیدی خیلی زیاده همیشه بک بدید اصلا خیلی مهمه همش. آره بعد این که گفتم همش یادتون باشه همیشه ریلود کنید آرمورتون رو بزنید. اینا خیلی مهمه. اینا همه ستون‌های مغز بازی و کیل گرفتنای بالان. من اینجا دوباره 200 رو میزنم. حالا 200 نشه آرمور 50 تایی مثلا میگه دمیج 149 آرموره. آره تو سری پرش کن. ما یه دونه اون دست با اچ پی رو زنده مونید 100 توی 117 مثلا ام تو با اچ پی 1000 وقت پیش واسه اچ پی زنده میمونید. آره نه همینا سیه. برای خودتون نگی اصفهانی بازی مثل خودم اصفهانی ام. اصفهانی بازی مثل من در نیاره بگی من نمیخوام مثلا بزنم. البته اینجا خیلی خوبه نمیمیره دیگه. الان مردش. آره کلا بعضا نمیره اصلا رجستر نمیشه روش اذیتمون میکنن دیگه. اینجا دوباره دارم ریلود میکردم یارو از کجا پیدا شد نمیدونم. من رفتم پس جوش بزنم همه اون ور اومد. یارو زرنگ بود ولی یارم کاور با چی میگه زنده موندن. چرا هم آرمورم بود هم یارم کاورم داد. آره اینا کاور داد. من میبینی دوباره از اینجا رفتم به هوای طرف. چرا اونجا از این ور نرفتم چون خط منو داشت راحت طرف میومد بیرون میگفت جان چقدر سفیدی. میگفتم خودت سفیدی من کسخل بیمه. آره دوباره اینجوری اونجوری. این کیاره میاره لژند ولی من دانلود نداشتم. این معلم مثلا نمیونه. این سردن اشتباه سیدن من ریلود نیست. چرا خب اشتباه چون یادم رفت ریلودش کنم ولی الان ریلودش کردم. دیدی اینا خیلی مهمه. حتما مثلا ریلود کنم همه گاراتونو. اسنایپر نمیدونم اس ام جی راشین شاتگان رایفل هر چی همه چی ریلود کنید. این بنده خدا فکر کنم مثلا یه نسبتی داشت با سفیدهای مغول اصلا نمیمرد. من اینجا دوباره واسش پر بودش. هم 117 متری دستمه هم کیارم اینجا نالو ندارم. مرسی. اینجا داریم همون قضیه است. ببین اگه ریلود باشید راحت مثلا اینجوری تو بزنید راحت. مدیگو گاشتم از کلاس استفاده کردم که کمتر دمیج شم. دوباره ریلود ببینید کمتر دمیج میشه راحت‌تر میتونی انمی‌ها رو بزنی. خب دوباره میاد من دوباره میرم چی به هوای شاتگانم نامیدم دوباره به هوا ریلود. برم دوباره ریلود کنم دوباره. راه ببین دوباره ریلود. چرا خیلی مهمه ریلود. من طرف میفرستم لابی ماشاءالله نمیمیره. چیکار می‌کنی با زندگیت با جوونی چیکار می‌کنی؟ آها این یارو نمیمرد کلا اصلا. آها درسته بذارش میای بمیری. آره یه شده دیگه. بذارش بمیر سلطان. آخرت یارم دوزیدش. دمت گرم واقعا مرسی که هوای ما رو داشت کاورمون داد. آره این خیلی مهمه. ببین بازم دارم میگم دارم تاکید میکنم آقا آرمور و این یارو چی ریلود خیلی مهمه. اصلا اونی که فکر میکنید خیلی مهمتره. اصلا یه چیزی بهت میگن 75 تا چیز میشنوی دیگه. پشت مادر میزنه بازی برنده میشی. فعلا خدافظ.